لایق ارومزاده سردار شعبه агентии خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با گمان صادر کردن جنایت از روی ماده‌های ساختکاری خدمتی، تیاری به جنایت یا سوءقصد جنایت و غیرقانونی دادن قطعه زمین یک ماه باز در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند نگهداری می شود. این گمانها را نسبت او مفتشان دادستان ولایت سوخت تحقیق میکنند و قرار به حبس پیشکی گرفتن ارومزاده را دادگاه شهر خوجند صادر کرده است. یک نسخه قرار به دست رادیو آزادی هم رسید و در آن سخن از احتمال دخالت کردن لایق ارومزاده به جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان بناهای بلندآشانه از حدود یک مکتب رانندگی شهر خوجند می رود. در این مسئله موقع رسمی حکومت شهر خوجند تا حال رسانه‌ای نگردیده است و چند منبع از دادستانی هم بنابر خلل نرسیدن به رفت تفتیشات در این باره معلومات زیاد ندادند. هرچند در قرار گفته شده است که حادثه آخر ماه نوامبر سال گذشته رخ داده است، پیوندانش میگویند لایق ارومزاده در آن شب و روز در سفری کاری ناحیه عینی قرار داشت. در صورتی از جانب دادرس تصدیق شدن این عیبنامه ها، این منصبدار می تواند از 6 تا 10 سال روانه زندان گردد و بعد آن چندین سال از حق اشغال وظیفه های دولتی محروم می گردد. همچنین می تواند با پرداخت جریمه کلان جزای خود را سبک گرداند. در معلومات رسمی گفته شده است که لایق ارومزاده 40 سال داشته صاحب 6 فرزند است. نزدیکان ارومزاده با پیشنهاد چند از دلیل‌ها به بیگناهی او اصرار می‌ورزند و طلب دارند که تحقیق این قضیه را امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رستم امامعلی رئیس مجلس ملی مجلس عالی و یوسف رحمان دادستان کل زیر نظارت گیرند. وابسته به مسئله تقسیمات یا صاحب شدن به قطعه زمین انشاءات بنیاد کننده جنایت صادر کردن منصبداران گپی نو نیست. در گذشته به جوابگری کشیدن ده‌ها منصبداران مقامات محلی و مسئولان اداره های زمین معلومات و مقاله ها نشر گردیده بود. اما بار اول است که یک سردار نهاد از چنین صلاحیت دور گمانبر اعلام می شود و بازداشت می گردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.